دفتر خاطرات آنه فرانک. در سال 1929 آنه فرانک در شهر فرانکفورت آلمان به دنیا آمد. او دختری باهوش و کنجکاو بود که عاشق کتاب خواندن و نوشتن داستان‌ها بود. روزهایش را با خنده در کنار خانواده دور میز شام و با تقسیم رویاهای آینده با دوستانش در مدرسه می‌گذراند. در آن زمان آنه هنوز نمی‌دانست که نوشتن روزی به بزرگترین نیرویی تبدیل خواهد شد که او را سرپا نگه می‌دارد. در سال 1933 زمانی که هیتلر به قدرت رسید، تبعیض و آزار علیه یهودیان آغاز شد. خانواده آنه فقط به دلیل یهودی بودن از ورود به پارک‌ها منع شدند و محدودیت‌ها در مدرسه و محل کار هر روز سخت‌تر شد. تابلوهای طرد یهودیان در خیابان‌ها ظاهر شد و نگاه مردم به تدریج سردتر گشت. آنه نمی‌توانست بفهمد چرا نه به خاطر آنچه هست، بلکه فقط به خاطر تولدش با او متفاوت رفتار می‌شود. با خطرناکتر شدن آلمان، خانواده آنجا را ترک کردند و به آمستردام در هلند رفتند. اما جنگ و نفرت از مرزها گذشت و آنها را دنبال کرد و حتی آنجا هم دیگر امن نبود. در تابستان 1942 اخطاری رسید که از خواهر آنه، مارگوت، می‌خواست به اردوگاه کار اجبیاری گزارش دهد. خانواده که فهمیدند دیگر نمی‌توانند منتظر بمانند، تصمیم گرفتند نقشه پنهان شدن را که مدت‌ها آماده کرده بودند اجرا کنند. آن سوی دری که به شکل قفسه کتاب پنهان شده بود، فضایی تنگ و تاریک پدیدار شد. تقریباً هیچ نور خورشیدی وارد نمی‌شد و با این همه آدم، نفس کشیدن هم دشوار بود. این همان بخش مخفی بود که خانواده آنه و دیگر خانواده‌های یهودی مجبور بودند با هم در آن پنهان شوند. در این زیرشیروانی، آنه زندگی طولانی و جدا افتاده‌ای از جهان بیرون را آغاز کرد. در طول روز، آنها باید مراقب هر صدایی می بودند تا کارگران پایین متوجه نشوند. حتی یک خنده کوچک یا صدای کشیده شدن صندلی می توانست جان همه را به خطر بیاندازد. آنه از شکاف کوچکی در پنجره، خیابانی را می دید که زندگی عادی در آن انگار بدون هیچ مشکلی ادامه داشت. برای او، آن صحنه به دنیای دوردست تبدیل شده بود که دیگر به آن دسترسی نداشت.